روزی روزگاری یکی از اهالی فینیتو به نزد فالگیری که به تازگی به روستا آمده بود همی رفت و سلام ای مرد فالگیر، خوابی بس ترسناک بدیدمی. چه خوابی بدیدندی که چنین بیقرارندی؟ به خواب دیدم 3 گرگ گرسنه از تاریکی بیرون جسته و پارچه مرا به دندان گرفتندی. در این میان کسی اندک گوشتی مرا بدادی که به آنها دهم و خود را رهایی بخشم. لیک آن تکه گوشت به قدری اندک بوده که دندان نیش آنان را نیز چرب نمی کردی. آن 3 گرگ قبضهای آب و برق و گاز بوده که پس از هر ماه و گاهی 2 ماه بر تو حمله ور می گردند و آن تکه گوشت یارانه توست که به دستت دادند. ای تو روی کت خدا مرد روستایی چون این تعبیر شگرف را بشنید گریبان خیش دریده و دعاهای نثار مسئولین کرده که به دلیل شورانگیز بودن در این مقال نمی گنجد.